این معادله چطور حل میکنیم بچه‌ها؟ نگاه کنید. اگر همین درونی قفس مایع تقسیم شونده گوییم، این تقسیم کننده میشه دو، اینش چه میشه؟ حاصلی نه. همین قفس ما تقسیم شونده، اینش تقسیم کننده، اینش حاصل تقسیم. برای یافتن تقسیم شونده نامعلوم، من ایکس ما درون این تقسیم شونده ندیدیم خیلی. برای یافتن این تقسیم شونده نامعلوم ما چیکار کردیم دکتر؟ تقسیم کننده حاصل تقسیم چه کننده دکتر؟ ضرب. اعظم فکر کدوم میگم؟ مجلس فقط اینجا خطا. اینا نگاه کنید. این قفس وقتی که ما این تقسیم شونده یافتیم، تقسیم شونده قفس لازم نه دیگه. این قفس به سبب چیزی بود می‌دونیم؟ به سبب اینجا تقسیم بودن، قفس بود که یعنی که این تقسیم شونده همش 5 به تقسیم شده. همون و تقسیم شونده به قفس می‌رسید. 145 این دو تا قفسی کلامه می‌پردازیم. هر کی 24x تقسیم 5 تقسیم چند بودن؟ 29 جمع چند؟ 24 برابر چند؟ 5 ضرب 25. نگاه کنید. الان که معادله دیگه حل شد. این نامش جمع شونده، این 24 هم جمع شونده، این سومه. بگذار این جمع شونده این نامعلوم گوییم. برای یافتن جمع شونده نامعلوم چیکار می‌کنیم؟ از حاصل جمع یا از سومه جمع شونده معلوم رو تمام. این جمع شونده نامعلوم رو ایستاد. برابر 25 24 کار کنیم چند؟ یا الان با اهمیتی یک بار دیگه انا این صورت گوییم که انا این صورتی کسر گوییم یا که تقسیم شونده کسر رو تقسیم گوییم. انا این تقسیم کننده بخیلی بگذار انا اینجا تقسیم شونده نامعلوم گوییم. تقسیم شونده یافتن چیکار میکنیم؟ تقسیم کننده رو حاصل تقسیم به ضرب میکنیم. ضرب کنیم چند میشه؟ 145 هر کی 24x تقسیم 5 برابر 29 ضرب 1 چند میشه؟ با 29 خودش. انا تو یک بار دیگه اینجا تقسیم شونده انا این 5 ما تقسیم کننده 29 ما حاصل تقسیم. برای تقسیم شونده یافتن چیکار میکنیم؟ حاصل 5 ضرب میکنیم. انا که دیگه قوس لازم نیست. 145 مینوس 24x برابر 29 ضرب 5 145. نگاه کنید 145. انا که نگاه کنید من این 24x ما طرح کننده این طرح شونده خیلی برای از بس که x نزدیک 24 رنده x همین طرح کننده یافتن در کار. طرح کننده یافتن چه می‌کنیم؟ برای یافتن طرح کننده برای یافتن طرح کننده این طرح شونده رو طرح می‌کنیم. انا از 145 طرح کنیم چند؟ 24 9 تقسیم 24 0 تقسیم 24 از اینجا x برابر چند میشه؟ 9. جواب معادله ما چند بوده؟ جواب معادله 9. فهموندید بچه‌ها؟ فهموند؟ تمام. اكو بچه‌ها همین معادله راهی با آسان‌ترش چیزه. نگاه کن تا. جواب معادله چند برآمدگی؟ 5. در این قفس 5 به تقسیم کنیم 5 برآمدگی. این معلوم میشود است که درون قفس چند شده نشتکو؟ 25. چند 5 به تقسیم کنیم با 5 میشه؟ 25. یعنی درون قفس همش 25 برابر نشتکو؟ نه. اكو در این قفس یک بار نگاه کن اهمیت انا این قفس را حیکو من این قسمش جمعی 24 برابر 25 نشتکو نه؟ اینجا چند نشتکو؟ بله اینو نگاه کن. اینجا همش چند نشتکو؟ یک شده نشتکو. درست می بچه ها؟ انا تو دوامش ما من اینجا همیشه یک برابر میکنیم. значит اگر انا این کسر همش یک برابر شود صورتی کسر چند شده نشتکو؟ چند 29 به تقسیم کنیم که یک شود. چند 29 به تقسیم کنیم که
چند شود؟ یک شود. معلوم که الان اینجا همه چند بوده؟ تمام همین کاری بس 145 مینوس 24 x تقسیم 5 برابر چند شده که 29. الان نگاه کنید. اینجا 145 تقسیم 24 x برابر 5 ضرب 29 با 100 چند شد؟ 45. اینجا 24 x برابر 0 x برابر چند؟ 0. جواب x برابر چند است؟ 0. فهمیدید بچه‌ها؟ این با راهیش آسان تر است. تمام.